حکم ششم در سوره نساء آیت 9 در حکم ششم رسیدیم که حقوق اولاد است. الله متعال میگه ولیخشى الذین لو ترکوا من خلفهم ذریة ضعافا، ولیخشى و باید بترسن الذین کسانی که لو ترکوا اگر ترک میکنن من خلفهم بعد از خود ذریة ضعافا یعنی اولادهای ضعیف، خافوا علیهم بر از اینا میترسن که اگر بعد از ما اینا بارن و ما مال بر از اینا نمانم اینا مجبور میشن گدایی کنن و خیرات و یک اپار طلب بکنن. پس فلیتقوا الله، پس اینا باید از الله بترسن و لیقولوا قولا سدیدا، اینا باید سخن سدید و محکم بگن. در مورد سخن سدید در حدیث امام بخاری است که سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه میگه گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عیادت ما در حجۃ الوداع آمد، من بسیار مریض بودم و میگه ما به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتم که برای من بسیار مریض هستم و ما خوب مالدار هستم و میراثخور ندارم بغیر از یک دخترکم است، آیا من 2 ثلث مال خود صدقه بکنم؟ قال الله، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت نه خیر. خب گفتم فقلت بالشطر نصفشه، فقال الله، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت نه خیر. میگه باز ثم قال، میگه بعد از اون میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت الثلث والثلث کبیر، شما ثلث مالتان میتونین که وصیت بکنین و هی هم کبیرا بزرگ است او کثیر زیاد است. انک انتظر ورثتک، اگر تو بگذاری ورثتک وارثینت اغنیا خیر من انتظرهم عالتا، میگه اگر اینا را غنی بگذاری این بهتر است از اینکه اینا بار دوش دیگرا باشن یتکففون الناس و بر مردم دست خود دراز میکنن. و انک لن تنفق نفقه، و تو هیچ نفقه نمیکنین از یک مصرف تبقی بها وجه الله، به او هدفت چی است؟ رضایت الله هست. الا اجرت بها، مگر برای اجر میبینین. حتی ما تجعل فی امرأتک، حتی اگر یک لقمه را در دهان همسرت میگذاری با محبت، به این هم الله بر تو اجر نصیب میکنه. حدیث 1295 صحیح بخاری هست. حکم هفتم در آیت دوم سوره نساء هست که جزای حق تلفی اموال یتیما، ان الذين یقینا کسانی که یاکلون اموال الیتیما، کسایی که مال یتیما را میخورن ظلما به ظلم، انما یاکلون فی بطونهم نارا، اینا در شکمهای خود آتش دوزخ میخورن و سیصلون سعیرا، اینا به دوزخ داخل میشن. بسیار کسایی هستن به بهانه‌های مختلف مثلا مال یتیم میگیرن، از مال یتیم روز پدرش فوت کرده در روز میمانا 300-400 نفر نان میده، روز 2 روز 3 شب جمعگی 40 یعنی چیزای بدعتا را میکنن و باز آخر لست میرن کلش از این مال یتیم بیچاره میگیرن. خب این کسایی که مال یتیما را به این شکل میخورن، هر کسی که باشه الله متعال برشان گفته که در بطنهایشان آتش دوزخ میباشه و در آتش دوزخ داخل میشن. حکم هشتم حق میراث فرزندان است، دخترها باشه یا پسرها باشه. یوصیکم الله فی اولادکم، الله متعال شما را توصیه میکنه در مورد اولادهایتان. للذکر مثل حظ الانثیین، برای مذکر 2 برابر چی است؟ 2 برابر مؤنث است، یعنی به فرزند مذکر و برادر 2 چند خواهر است. این به خاطر ازی هست که الله متعال حکمتش میفهمه، چون برادر مصارفش مشکلات جنجالای زیاد است و این خواهر هم میراث از پدر خود میگیره اگه حقش واقعا برش داده شود و هم مهر میگیره، پس بسیار صاحب مال میشه. فإن كن نساء فوق 2، اگر اینا میراث خورا دخترها بودن بیشتر از 2 تا، فلهن ثلثا ما ترک، برشان 2 ثلث متروکه هست. و این کانت واحدة، اگر یکی بودن یک دختر داشت، فلهن نصف، برش نصف میرسه. ولی ابویه و برای والدینش لکل واحد منهم السدس، برای هر کدامش 1/6 مال میرسه. مما ترکه، از آنچه که ترک کرده، یعنی از متروکه سدسش بر از اینا میرسه. این کان له ولد، برای هر کدامش 1/6 1/6. اگر این شخص فرزند داشت، فإن لم يكن له ولد، اگر هیچ فرزندی نداشت، ورثه ابواه، و اینا میراثش پدر و مادرش میگیرن. ولی هم میه الثلث، برای مادرش ثلث یعنی 3 مال است. فإن کان له اخوه، اگر برادران داشت، ولی امه السدس، باز برای مادرش 1/6 است. من بعد وصیت یوصی بها او دین، بعد از وصیتی که وصیت میکنه و بعد از دین، یعنی وصیتش ادا میشه، دینش ادا میشه و بعد از او باز میراثش تقسیم میشه. آباؤکم، پدرایتان، و ابناؤکم، و فرزندایتان، لا تدرون ایهم اقرب لکم، شما نمیفهمین که کدام از اینا بر شما بهتر هستن نفعا از نگاه منفعت. فریضه من الله، یک فریضه از جانب الله است.
ان الله علیم حکیم، الله بسیار عالم است و بسیار با حکمت است. خب حکم نهم ادای حقوق میراث همسران. ولکم و بر شما نصف ما ترک ازواجکم، نصف متروکه شوهرانتان است، ان لم یکن لهن ولد، اگر اولاد نداشتن، فان کان لهن ولد، و اگر اینا اولاد داشتن، متوجه هستین، ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد، اگر یک خانم فوت میکنه و اولاد نداشت، برای شوهرش نصف متروکه، نصف مال میرسه. فان کان لهن ولد، اگر اولاد داشت، فلکم الربع، باز برای پدر، برای شوهر از خانم 1/4 هست. مما ترکنا، آنچه که خانم ها ترک کردن بعد از وصیتی که یوصین به او دین، بعد از وصیتشان و بعد از قرض هایشان، این میراثشان تقسیم میشن. ولهن الربع، و همچنان اگر شوهر میمره برای خانم 1/4 است. مما ترکتم، از آن چیزی که شما ترک کردین، ان لم یکن لکم ولد، اگر شما فرزند نداشتین، و ان کان لکم ولد، اگر فرزند داشتین، فلهن الثمن، باز اینا 1/8 میگیره، مما ترکتم، از آنچه که ترک کردین بعد از وصیتی که شما کردین و بعد از قرضتان. و ان کان رجل یورث کلاله، اگر یک نفر هست که این کلاله از این برده میشه، یعنی بخی اولاد نداره، او امرأتون، یا خانمی اولاد نداره، وله اخ و او اخت، برش برادر و خواهر است، فلکل واحد منهم السدس، برای هر کدام از 1/6 میرسه. و این کان و اکثر من ذلك، اگر تعدادشان از این زیاد بود، فهم شرکاء فی الثلث، اینا باز در 1/3 متروکه شریک میشن، من بعد وصیت یوصی به او دین، بعد از وصیتش و بعد از قرضش، غیر مضار، به کس ضرر نمیرسن، وصیت من الله، این وصیت و حکم است از جانب الله، والله علیم حکیم، الله بسیار عالم و حکیم است. خب نتیجه اطاعت و عدم اطاعت احکام و عواقب دنیوی و اخروی از اینا. خب اول نتیجه ادای احکام تشریعی، اگر کسی امی احکام تشریعی الله را ادا میکنه، الله متعال برای چه اجر میته؟ و تلک حدود الله، این حدود الله هست. و من یطع الله و رسوله، هر کسی اطاعت از الله بکنه و از رسولش بکنه، یدخله جنات تجری من تحت الانهار، الله متعال را داخل میکنه در جنت هایی که در زیر از این نهرهاست، خالدین فیها، همیشه در این میباشه، و ذلک الفوز العظیم، این بسیار کامیابی بزرگ است. یا آیت 13 بود. در آیت 14 نتیجه سرپیچی از ادای احکام تشریعی و حدود الهی، اگر کسی احکام تشریعی را ادا نمیکنه و از این سرپیچی میکنه، و من یعص الله و رسوله، هر کسی که معصیت الله و رسولش میکنه، و یتعدى حدوده، و از حدودی که الله برش تعیین کرده از این تجاوز میکنه، یدخله نارا خالدا فیها، این در آتش دوزخ داخل میشه و خالدا فیها، همیشه در آتش میباشه، و له عذاب مهین، و برزی عذاب بسیار دردناک است. در آیت 15 سوره نساء رسیدیم. در اینجا بحث دوم است، احکام نظام اسلام. این احکام برای چی است؟ برای از بین بردن قوانین جاهلیت و جاگزین ساختن احکام تشریعی اسلامی هست. چون در نظام های جاهلیت و نظام های طاغوتی اینجا فحشا و منکرات بسیار زیاد می باشه، و در نظام اسلام که است، اینمی فحشا و این منکرات میشه از بین برده میشه با احکام تشریعی الهی. در سوره نساء آیت 15 الله سبحانه و تعالی میگه واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم، آن خانم هایی که مرتکب فحشا میشن یا زنا میشن، فاستشهدوا علیهن 4 منکم، اول کسی که دعا میکنن بالای زنا، اینا باید 4 شاهد بیارن. اگر 3 نفر هم باشه خودشان حد قذف زده میشه، باید 4 نفر شهادت بدن و شهادت بسیار دقیق. فان شهدوا، اگر اینا شهادت دادن، فامسکوهن فی البیوت، بس اینا را شما در خانه ها نگه بدارین، حتی یتوفاهن الموت، یا که بر زنا مرگ بیه، او یجعل الله لهن سبیلا، یا الله متعال بر زنا راه را بیان بکنه. واللذان یأتیانها منکم فآذوهما، اما اگر ای مرتکب از مرتکب زنا کسایی از شما میشن که اونا مجرد هستن، فان تابا، اونا را اذیت بکنین، فآذوهما، اونا را اذیت برسانین، فان تابا و اصلحا، اگر اونا توبه کردن و اصلاح شدن، فاعرضوا عنهما، از اونا اعراض بکنین، الله کان توابا رحیما، الله بسیار پذیرنده توبه و مهربان است. در این قسمت باز علما میگن که وقتی باز آیات دیگه که آمد،
مثلا امام مسلم میگه که عباده بن صامت میگه که نبی صلی الله علیه و سلم گفتن که خذوا عنی فقد جعل الله لهن سبیلا. اونجا گفته بود که الله باز برشان را پیدا میکنه. باز گفت که الثیب بالثیب والبکر بالبکر، الثیب جلد 100 ثم رجم بالحجاره. 100 دره هست و بعد از او متأهل رجم با سنگ است. والبکر و بکر که است جلد 100 و ثم نفی سنه، باز 100 دره هست و نفی 1 سال هست. در تفسیر دیگه یکی علما میگه که باز این عقوبت حبسی که در اول شریعت اسلام بود، این باز به تشریع رجم برای محسن و عمود دره برای مجرد مذکر باشه انثى، باز اونا چی شد دیگه؟ او ختم شد. یعنی این حکم باز چی شد؟ وقتی که سوره قرآن گفت که الزانیة و الزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده، باز این حکم سابقه این علما میگن که باز منسوخ شد، عوضش این جاگزین از او حکم شد. دوم، مدت توبه مجرما. مثلا یک کس جرم کرد، جنایت کرد، بر از این بخشش هست؟ بله، الله متعال میگه انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله. میگه توبه برای کسایی هست به الله که اونا عمل سوء میکنن به جهالت، به جاهلیت. وقتی انسان مرتکب گناه شد ولو که بسیار عالم هم باشه، جاهل میشه در اون وقت، پس این به جهالت امی کار کرد. ثم یتوبون من قریب، باز اینا توبه میکنن از بسیار نزدیک، یعنی زود توبه میکنن. آتو نمیکنه که چی هست تال بده، بلکه عاجل وقتی که فهمید که من مرتکب گناه شدم، حال دیگه توبه میکنه من قریب. فاولئک یتوب الله علیهم، الله متعال اینا را توبهشان قبول میکنه. و کان الله علیما حکیما، الله ذات بسیار عالم است و ذات بسیار با حکمت است. ولیست التوبه للذین یعملون السیئات، و توبه نیست برای کسانی که اونا مرتکب گناه ها میشن. حتی اذا حضر احدهم الموت، وقتی که باز به یکشان مرگ بیه، قال اینی تبت الان، باز میگه که من اینا رو توبه کردم. وللذین، و توبه باز برای کسایی هم نیست که یموتون و هم کفار، که اونا میمرن در حالی که کافر هستن. وقتی که پرده غیب برداشته شد، باز توبه میکنه. فرعون هم دواده‌ای که ملک الموت دید کلمه خان، این وقت باز توبه ازی قبول نمیشه. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، الله متعال میگه بر از اونا عذاب دردناک دادیم. سوم، حکم منع میراث بردن خانم ها در نظام های طاغوتی جاهلانه قبل از اسلام. زنای مظلوم چی میکردن؟ اینه به میراث میبردن، مثل دیگه اموال. مثلا یک نفر پدرش 15-20 خانم میگرفت، وقتی که این شخص فوت میکرد، فرزندا میتونستن که مادرندرای خدا چی کنن؟ به میراث ببرن. الله متعال این حکم جاهلیت منع کرد و حرام قرار داد. گفت یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی شما مؤمن هستین، ایمان میکنین، لا یحل لکم، براتون حلال نیست، ان ترثوا النساء کرها، که شما خانم ها را با کراهیت چی کنین؟ و میراث بگیرین. ولا تعضلوهن، و سر از اینا فشار و ظلم نکنین، لتذهبوا ببعض ما اتیتموهن، که شما به خاطر ازی سرشان فشار بیارین و ظلم بکنین، به خاطر ازی که بعضی از امو مهری که برشان دادین او رو بگیرین. الا مگر در یک صورت که ان یاتین بفاحشه مبینه، که اگر اونا با کدام فحشای آشکارا مبتلا میشه. و عاشروهن بالمعروف، شما با خانم ها بسیار معاشرت با معروف بکنین. معروف چی است؟ مطابق احکام قرآن و سنت حقشان برشان بپردازید. و این کرهتموهن، اگر اینا خوشتان نمی آمد، فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. بسیار این قسم میشه که مثلا یک چیز انسان بد میبینه، لکن الله متعال او خیری بسیار زیاد میداشته باشه. از این خاطر هیچ وقت ظلم نکنین، بی‌عدالتی نکنین و تسلیم خواسته های نفس نشین. چهارم، حکم اجتناب از حق تلفی حقوق مادی خانم ها در مهرشان. در نظام های طاغوتی جاهلانه قبل از اسلام، مردم میتونستن که مثلا مال های همسرانشان به اختیار خود تصرف بکنن، اما در نظام اسلام نه خیر، هر کس حق داره، نباید شوهر در مال خانمش تصرف بی جای بکنن یا تصرف بکنن، و خودش مستحق مال است. و این ارادتم استبدال زوج مکان زوج، اگر شما خواستین که همسر دیگه بگیرید به جای این خانمی که تیلن دارین، و آتیتم احداهن قنطارا، و برای یکی از اینا شما یک کوت از طلا دادین، فلا تأخذوا منه شیئا، از پیش از او چیز نگیرین. اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا، آیا شما ایره با بهتان و با گناه آشکارا میگیرین؟ و کیف تأخذونه، چه قسم شما ایره میگیرین؟ و قد افضى بعضكم الى بعض، در حالی که بعضتان با بعض دیگه معاشرت جنسی کردین و یکی از دیگه لذت گرفتین. و اخذنا منکم میثاقا غلیظا،
اینا وقتی که شما ازدواج میکردین مطابق قرآن و سنت از شما بسیار پیمان و عهد گرفتن که مهر از تعیین شد، شاهدا بودن و این شما قبول کردین. پنجمین نکته، ممنوعیت ازدواج با همسرای پدر. در نظام های طاغوتی هر کس هر چیزی که میخواست ازدواج میکرد، لکن در نظام اسلام الله متعال گفت که نخیر، با همسر پدر کس ازدواج کردن نمیتونه. ولا تنکحوا، شما به نکاح نگیرین ما او خانم های را که نکح آباکم، پدرایتان به نکاح گرفته من النساء الا ما قد سلف، مگر او چیزی که قبلا در عصر جاهلیت گذاشته. انه کان فاحشه و مقتا و ساء سبیلا، این هم فحشا هست، هم بسیار زشت است و هم بسیار چی است، بد و نادرست است. ششم، بیان حکم محارم است. این به الله متعال بیان میکنه که در نظامهای طاغوتی جاهلانه محارم غیر محارم معلوم نیست، اینجا کلش گد ود است. اما در اسلام کس این محارم معلوم دار است. حرمت علیکم امهاتکم، حرام از بالای شما ازدواج کردن با مادرایتان. این محرمتان است، با مادر خود کس ازدواج کردن نمیتونه. و بناتکم، با دخترایتان. و اخواتکم، و خواهرایتان. و عماتکم، عمهایتان. و خالاتکم، خالهایتان. و بنات الاخی، دخترای برادر یعنی برادر زاده. و بنات الاخت، دخترای خواهر، خواهر زاده ها. و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، و همین قسم برتان اجازه نیست نکاح با اون مادرهایی که شما را شیر دادن، یعنی مادر رضاییتان. و اخواتکم من الرضاعه، و همین قسم اجازه نیست بر شما که نکاح بکنین با خواهرای رضاییتان که امرای از مادر از شیر خوردین. و امهات و نسائکم، همچنان مادرهای خانمهایتان، یعنی با امرای خشوعتان شما نکاح کردن نمیتونین. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم، و همچنان به امرای ربیبه، همون دخترکایی که مثلا یک کسی یک خانم بیوه رو میگیره او دختردار است، میگه امرای ازو که در خانه هایتان امرایتان زندگی میکنه، با امرای ازو هم شما نکاح کردن نمیتونین، در صورت که با مادرش شما چی کردین؟ با مادرش ازدواج کردین و با امرای ازو چی شدین؟ مقاربت جنسی کردین. فإن لم تکونوا دخلتم بهن، باز اگر با اون مادرشان شما مقاربت جنسی نکردین، تنها نکاح عادی کردین، فلا جناح علیکم، بالای شما باز گناه نیست. و حلائل ابنائکم، همین قسم جایز نیست که شما با همسرای پسرایتان یعنی با سنویتان ازدواج بکنید. او پسرانتان که من اصلابکم، از صلبتان است یا پسرای اصلیتان است. و ان تجمعوا بین الاختین، و همین قسم ناروا هست که شما در یک نکاح دو خواهر بگیرین، که یک خواهر گرفتین باز دیگه نکاح باز خواهر دیگه شما نخیر ایده گرفته نمیتون. الا ما قد سلف، مگر چیزی که قبلا در جاهلیت تیر شده. ان الله کان غفورا رحیما، الله متعال غفور و رحیم است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.